با بلندی نمی شود بین اکا و دادر، خیش و همسایه و انسان مسلمان برای تکن خیش است یا پدر است یا مادر است یا همسایه هر انسانی ایمان دارد همیشه نکوکار هست برای منفیت کار هست و منفیت جو هست برای نفسی خودش در خود دارد برای نگرد که رگانی من در حقیقت میخواهم خدا رو دوست دارم خدا رو دوست میدارم در حقیقت خدا رو دوست میداری اگر دوست داشتید دوست میدارم قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله دوست داشتید دوست دارم خدا دوست داشتید به زبانی تنها قبول نیست چون که این اسلام دینی اعتقاد و دین عمل است تنها دین و زبان تو بعضی متاسفانه میگن مسلمانی در دین نیست مسلمانی در دین تنها نیست مسلمانی ایمان یعنی اقراری به زبان تصدیقی به قلب پس عمل کردن هم یکی از امورهای اساسی سعادتی هر مسلمان است عمل صالح برای همین هم خداوند عزوجل در هر جایی که ایمان ذکر کرده است عمل صالح ذکر کرده است بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. امام شافعی رحمت الله علیه یکی از امامان بزرگ اهل سنت و جماعت و شمار می‌رود. امام شافعی رحمت الله علیه میگوید که اگر از قرآن تنها همین سوره نازل میشد کفایت کننده بود برای مسلمان. الله اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Yok, ama kadro izliyor.